سلام، اومن هستم از بچه قدیم پونا. امداد خمینی کمک کرد، ماشین قبلی رو فروختیم، یه شفرولت خریدیم. گفتم ماشین امریکایی نخر، خیانته. گفتم نمیشه حاجی، باید بخرم. اینو خریدم. حاجی یه فیلم بگیر ازش، ادیکار کن. دوستان خوبی دارم، سامان. خوش علیکی من دوستان. یه توضیحاتی راجع به آقا سامان بی زحمت بدید. آقا سامان تقریبا 4-5 ماه اومده. بعد بچه خوب خوناست. بله اون یکی یه آقای داریم تصویر عقب‌تر. بله ایشان از طرف امداد خمینی اومدن اینجا کمکمون کردن. من ماشین خریدم برایشون هم پول فرستادم بلیط بگیرن. بعد دوست خیلی خوبه ما. عزیزم خودتو معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب اشرح لي صدری یسر لی و علی لقدة اللسان. از امداد خمینی مزاحم میشیم. تنها جدیده. ادامه بده عزیزم. از امداد میرسیم خدمتمون. از امداد آمدیم والا یه سری اراذل رو اینجا دیدیم، شیاطینی دیدیم اینجا که الان مشخص هستش، ولی خب بنده ترجیح میدم که نشان داده نشود. بله بله. من تشکر میکنم از حاج آقا، اسمش هم نمیدونم. من هستم. حاج آقا آره که تشریف آوردن و ما رو با این شیاطین اسلام آشنا کردن و خیلی متشکرم. حاج آقا رو ببوس. حاج آقا رو ببوس. نه عزیزم در اسلام بوس این جنس مرد حرامه. البته مکروه. بله آقای مسلم هستن. از بچهای بسیجی خیلی تیر چکرشونیم. به فیلم برداری جدید آقا نه بوس نکن زشته. آره من واسه چرا می‌کنم. بله حرفی ندارم برای گفتن. همین دیگه ماشینشو خریده. بعد منم خیلی یه جایی سوخته خیلی کنیم. چون منم دوست دارم کارو. بله کردن. آره. هیچی دیگه خیانت به اسلام کردن ایشون دیگه. بله. حرف دیگه امداد کمک کرد به خدا. من امداد کمکشون کرد. حرف آخرتون هم بزنین که دیگه انشالله بچه‌های اسلام ببینن. انشالله که همه دوستان سلامت باشن، مثلا آقا و آقا مسلم. بله و دیگر دوستان. قربان شما. خدا حافظ شما. خدا.